حقایق تازه و باور نکردنی عالیه انصاری با عصام فرزان و جنگ همسر اول عالیه انصاری با عصام. عالیه انصاری در کجا زندگی میکند و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. عالیه انصاری هنرمند خوش صدا، خوش سیما و نام آشنا در میان هنرمندان افغانستان که از شهرت هنری خاص برخوردار است. عالیه در یک خانواده هنری دیده و جهان گشوده، برادرش تمیم ناله و خانم برادرش بلقیس یونسی از جمله موفق‌ترین هنرمندان کشور هستند. عالیه در سن طفولیت افغانستان را به مقصد اروپا ترک کرد و تا سن نوجوانی در کشور آلمان زندگی می کرد، اما بعد از آن که ازدواج کرد به شهر لندن رفت و زندگی در آنجا می کرد. عالیه در سال 2016 کنسرتی را در افغانستان برگزار کرد که توانست در این کنسرتش با سرودن آهنگ‌های محلی شهرت خوبی در میان هنرمندان افغانستان کسب کند. جدیداً عالیه انصاری آهنگ‌های دوگانه با عصام فرزان سروده و رفتار جالب و عاشقانه عصام با عالیه انصاری سرخط خبرهای رسانه‌های اجتماعی شده است. هرچند عالیه انصاری از شوهر اولش جدا شده است و اکنون دارای 2 فرزند می باشد. بعد از آن که سر صداهای فراوانی در صفحات مجازی بر علیه عالیه انصاری و عصام فرزان بالا شد، عالیه دیگر کارهای هنری خود را با عصام قطع کرده است و جدیداً با هنرمندان تازه کار دیگر کشور آهنگهای دوگانه سروده است. ولی هر کس خودش میداند و تصمیمات زندگیش. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان عالیه انصاری به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.